بچه‌ها دوباره سلام. من امروز اومدم که آموزش ویدیوی قبلی رو براتون اجرا کنم. اگه ویدیو قبلی رو ندیدید همین الان برید ببینید و دوباره برگردید اینجا که آموزش رو بهتون بدم. بریم شروع کنیم. اولا آرمان بیا جلو. خب. اول شعبده باز باید بگه شما شروع میکنید یا من. اگه چیز گفت من، باید بگید شما اول باید بگید یه کارت رو حذف کنید، بعدش نباید اون کارتی که اینجاست رو حذف کنید. اگه گفت شعبده باز بکنه، بعد میگید پس من اول دستم رو میذارم، شما حذف کنید دوباره. یعنی هر چی شد شما اول باید دستتون رو بذارید. دستتون رو بین دو تا بذارید، یکی حذف میشه، ولی اون کارتی که پیشگوییتونه که الان اینجا شاه دله نباید باشه. خب حالا من تو دستتو بذار. دستم بذارم اینو میذاره. اگه مثلا گذاشتش روی شاه دل که الان اینجاست یا یکی از اینا، باید شما اون یکی رو حذف کنید. البته یه نکته‌ای هم بگم که شما باید بدونید کارتی که پیشگویی کردید کجاست. الان من باید بگم، ولی شما نباید شاه دل رو انتخاب کنید. اینجا بین این دوتا یکی رو حذف کنید. حالا شما دستتو بذار روی یکی از این دوتا. شما اینو حذف میکنید و اینجا میبینید که شاه دله و پیشگوییتون هم شاه دله. اگه کامل حال کردید لطفاً لایک کنید، ساب کنید و زنگوله رو بزنید. فعلا خداحافظ.